سلام دوستان، مهد فیزیکسر هستم. حالتون چطوره؟ سلام و درود و وقت بخیر. سلام یلا بلا گیریم کالج. خیلی خوش خوش اومدید. طولانی خوش اومدید. مسافرت طولانی دو شد بعد چی دو شده؟ سوال باشه که بله ما چرا به این وظیفه چرا ماشینمون آبی شده؟ آبی شد. عرضم به خدمت شما که ما متوجه شدیم وقتی در این بازی میمیری کلا. هاردکوره. هاردکوره. و از این اول قضیه شروع رو کردیم. خیلی هیجان انگیزترش میکنه. بعد بله. سخت‌ترش میکنه. بنابراین باید حواست به آب و غذا باشه و اینکه ما از اول بازی شروع کردیم هرچی کمبود و کنسرو و نوشیدنی بود آوردیم جدیدیم اینجا. از خونه آوردیم گذاشتیم پشت ماشین. که دیگه خدا نوشین مرد نباشه. حواست باشه به راه حله. بمیریم این مثل مردیم، اون تمام نیست شده رفته. ها. این فهمیدم. مثل اون نیست. خیالت راحت. اینجوری گفتی یه خورده آره. ناراحت تر شدم. گفت خیالت راحت یه خیالت خورده. راحت فری. آره. ببین تو راه مثلا یه مغازه چیزی دیده یه غذای چیزی توش بود حتما داریم بخوریم. حله من یه پیشنهاد دارم. بگو فری. بفهمید میخوای بگو. هر کی برای خودش یه ماشین درست کنه؟ آه. یه چیزی اینم داره هست. نشر میکنه. چی شد؟ یه چی نشت کرد فکر کنم. گوگوجی. یه چیزی داره نشر میکنه. اوکی. نه درست شد شد. صدا از تو بازی داره نه میاد. از اون جایی که اون پیچ کارتر باز بود روغن داشت میپاشید بیرون. فهمیدید؟ روغن داشت چیکار میشه؟ صدا پیچه. بازی برای شما هم هست؟ آره پیچ کارتر باز بود روغن داشت میپاشید بیرون. خب من صدا بازی رو ببندم. بشینید بریم. میکاشید بیرون یعنی چی؟ میکاشید چیه؟ میپاشید. میکاشید. آره میپاشید بیرون. وایسی تو ببند. من؟ بسته است؟ جنابالی. احساس میکنم که تو تالک بیا. بسته است؟ نه. الان صدات بازم داره میاد. اصلا به یه چی داده الان چی؟ 1 2 3 آره بسته اوکی. شد. خب. برو بریم. احساس میکنیم ماشین از یه جای نشتی داره. شما همچه حسی داریم؟ یه نظر بدم. Wait in the save on the top right. یه چیز داره میره بیرون ها بیا. مهدی. نه بیا. چی شدی؟ چی شد؟ من میگم یه چی داره میشه. باز بود دوباره. بیا بریم یعنی چی از این؟ نه باز بود این سری. برو بریم. بله شب شد. من خدایی یه دیگه چی داره میترسم. آقا جوش میاره ماشین. آب ماشین کمه سلطان. نه باز بود بابا یعنی چی باز بود؟ هر سری میام میگه باز بود. باز بود فری. آره باز بود. انجین اویل واسه چک کنیم واتر هم داره انجین اویل هم داره. واتر کمه جوش میاره. نه بشین بریم. بریم جلوتر یه کاری میکنیم. بشین. در چیز بسته است پمپ بنزین. آره وایسا. این وضعیت شبه ترس خدای من میترسم. صدا آب میاد دوباره. خدای میترسم. نه اوکی باز بود. بابا یعنی چی باز بود هر سری؟ باز بود. بریم. من دارم میترسم. اصلا نترس من اینجام. گوچی میدونی مدل این چون تو بازی اینجایی چیه؟ میترسم. ای بابا. میدونی مدل بازی چیه؟ هر چقدر زمان بیشتری رو بتونی سیو کنی بله دیگه سروایو گفتن کنی. سروایوه. به یه جایی میخوره اون در میاد. باز بود آقا اوکیه. بس است باز بود. اینو تا نصفه باز بذار. بیا. حله. مهدی چی باز میشه؟ نه کلن. باز شد. بابا پیچ تخلیه است اون.
سه لیتر جا داره 3 زدیم بهش. باید تخلیه کنیم. آها فهمیدی؟ زیاد سلطان زیاد چیز کردی وایسا. دیگه چجوری تخته میکنی؟ اونجوری بس حله. چقدر شد؟ اوکی 3 تموم. ببن بریم آقا تموم شد تموم برو شد بریم. ببن بریم این که بمیری به به. مردی خیلی آره، قضیه رو آره. سخت جدی میکنه. میکنه. ترس الان یکی بیاد جلو ما با چی جواب بدیم بهش؟ من خب پاره گذاشتم پشت ماشین ولش بازم- کن درک. نه جوش میاره انگار یه چیزی. نه آب رادیاتورمون کمه به خاطر همون انگار داره میجوشه ته یه چیزی داره میجوشه. باز بود. بابا یعنی چی مهدی رادیاتمون آبش کمه جوش میاره ماشین نباید گاز بدیم بهش. یعنی در این حد توجه کرده به تکسچرا. بشیم گوجی. باز بود بشین من بریم. کوله پشتیم دارم باز بود بشینید بریم. کاتاف دیگه بدیم انشالله. یه کاش سر آبو پر میکردیم اونجا آب زیاد بود نه نبود آب. چرا بود تو دبه بود چجوری بخوابیم؟ آره تانکرم داشت. مهدی نمیشه خوابید. جدی میگی؟ بریم ببینیم چی میشه. الان درش باز میشه که. نه آروم دارم میرم. زیاد گاز نده یواش کاش صبح شه. این شبه آره کاش صبح شه. چقدر تایم زدیم 13 دقیقه رکورد زدیم آره این تایم وحشیانه نصف شبه. وای گاز استرس نمیخوره دارم. ماشین دیگه. استرس دارم. چی؟ شوخی میکنی؟ موندیم تو راه؟ اوه بشین همین خیلی کم سنگین داشتی؟ شد. وای وایسا گوزی پیاده سا من پیاده بیاد شما سریعتر گمتر میرسه. میرم. بشین گوجی. از اینو ببندم وایسا. باز بود. بابا اون چیه باز میشه مهدی؟ فری باز بود فش. بابا اون چیه هی باز میشه؟ گوجی بیا فوت کن. چه فوت کنم؟ فوت کن. افه فوت فه کن. فه چی کارش کنیم؟ مهدی آب رادیاتور کمه آه او چیه داری؟ ریخ. من جلوتر پیاده میرم شاید یه جایی رو ببینم. فری باز بود و همش ریخت به خاطر اینکه باز بود. روز شد. آقا روغن موتور نداریم دیگه چرا داریم آوردم من. اه برو بابا برو. نوکرم باز کن. باز بود. بیا به جلوتر فری اینجا در خرت و رادیات پرته. باز بود. به جلوتر اینجا خرت و پرته. جدی؟ آره بیا در رادیاتور بازه آی فری اینها از صبح آقا در- باز بود گوزی بیا بدیم میگم آخه فری باز بود وایسا. اوه چه چیزا ترکی. گاز بده. نگاه شتابو. گاز بده ها ای، کاپوت باز شد کی بسته بود شتابو اه کاپوت باز بود توش آورد باز بود. وایسید اینجا کارتون. باز بود بازه یکم خاموشش کنیم. نظرت فری؟ وایسا ببینم چی فرمون داره پیستول نچسبونه. وایسا ببینم چیا داریم اینجا. بابا کجایی؟ هیچی مصرفی هیچی نیست جعبه کمک های اولیه برداشتم. سطل آشغال چی داره؟ مهدی بوغ ها برات آوردم بوخ بله اگه نیاز به کمک داشت جعبه کمک های اولیه بردم. دمت گرم. بریم وضع خرابه. نمیشه روغن موتور بریز کاربراته؟ بوغ گذاشتم برات نو کلم
حال کردی ستاشقالا رو بگردید ببین چی پیدا کردم. کلاشینکوفه. ریولدا بیا. آب غذا بیاد بخورید. مهدی تیر داره بزنین هوایی. ها چی شد؟ من از بین برای تو. آتشخالا دارم نوشیدنی پیدا میکنم نوش جونت گوش بشه به فری بزنمت بری دیگه نیار. بذار صندوق هم لازممون ایول. میشه. حله بشینید بریم. این چی داره داخلش؟ هیچ. آقا باز بود بشینید بریم. الان که بابا این راه نمیره که مهدی. باز بیا بود بشین بیا بریم، بریم. ببین چی میگم باز بود. بذار سوارشم حداقل. باز بود بشین. کجا اسلحه الان رو نگاه بچه‌ها کن شروع میکنم. صندوق باز بود. اوه اونها حسین نوچدم. آقا باز بود الان که دیگه صدا نمیاد. آره الان درست بهتر شد شد. یعنی؟ آره ماشین درست شد خدا رو شکر. باز بود. فقط گشنمه باز بود. تشنمه. صندوق عقب. یه جا خوب پیدا کن ببینیم چیا دارن. آره راست میگی. ستاره گوجی نوکرم تو خوبی انگار. نوچدم. چیه؟ بابا اینجا جا نگه ندار. اینجا جا چرا چیز میز پیدا میشه بیا. مثلا انجین اویل پیدا میشه، فرمون پیدا میشه. علاقه خاصی به بوق داره ها این بازی. ای فرسته. دوربین دیدتر شم. تو رو خدا دوربین مهدی اسکن چی؟ آتاشخال. اسکن آیتم مهدی میخوای؟ بیا بده، مانیتور پیدا کردم برای ماشینت. بیا نگو. بیا وایسا دوربینم با خودمون فرست ببریم. بیاریم بنداز فرست. مهدی دوربین بس کرد چیز بس کردم مانیتور بس کردم برای چی ماشین. داره؟ مالتی مدیاه. برو ببین. فرید بیا مرسی. دوای دردت اینجاست. بیا باز کن رادیاتور رو ببینم. چیه؟ بیا باز کن رادیاتور رو. بیا بذار. رادیاتی نمیشه اتچ کرد فری. من تو نمیشه میتونی اتچ اتچ کرد. کنی اینو. وایسا باز بود. ای بده من بلدیستی بده من. آب داره خوب آبشو خالی میکنیم تو این چه کاریه فری. نگاه کن. آقا این قاتش انجین اویل داره 7%. جدی میگی؟ آره به به نوشابه از رو زمین پیدا کردم. آره بخورید هرچی پیدا میکنید بخورید. به به نوش جان. اتچ. اذیت نکن دیگه. بچه ها بدون بر میدارم زیراش رو میگرده. بدبخت شدیم. چرا؟ چرا؟ دیگه اتچ نمیاد. وایسا. وای گوجی وای. پتروس میخوای؟ چی؟ پتروس. گوجی دیگه اتچ نداریم. نه توی رادیاتو ببندی؟ وایسا. داشت تو رو خدا. جانه. مهدی بذار موتور رو بردارم اول بیا. بذار. بابا نمیشه. وای فری بدبخت شدیم فری. بذار من بذارم. بذار اونجا من بذارم. آها میدونی چرا؟ داخلش انجین اویل ریختی به خاطر همون. بیا. جدی میگی؟ بله. ببینم تو رو خدا. بیا. اون یکی رادیاتوره چی؟ اون یکی رادیاتوره هیچکی داره؟ نه این یکی رادیاتوره. اینو ببر چیکار اونو کنم؟ اتچ کن. من خیلی گشنمه. غذا سی داریم اینجا. وایسا اینطوری نمیشه. وایسا
باکن. آب رادیاتوری داره یکی میخوره انگار. آره صبر کن اینو ببندیم. بابا تو رو خدا بکنه من بیام ببینم. اتچ نمیشه اما که. موتور رو در بیاری. بیا. کنسرت خوردم. وای گوجی پدق داره مثل این که. آره چجوری؟ میخوای من بذارم اونو؟ ببند در ببند. ببندرش. ببین باید اتچ بیاد برام. بده من. بیا. اومد یه دست اتچ برا من. وایسا. دیدم یه لحظه. وایسا. اگه دیدی بیا روی این تست کن. روی یکی تست کن. شب شد بچه‌ها شب شد. و ما کاری نکردیم. نه بابا اون اتچ نبود اون. فری اصلا چرا باز کردین فری؟ ببین به موتور نمیخوره. ببین راست میگه ببین به موتور بس میشه. نه نمیشه کاریش کرد. باید ببینیم آموزشاشو. گوجی واسه یکی میبرم ببین چند موتور راحت میره سر جاش ولی اونم بوغمون. آره چرا اینو راحت میرن ولی نه آره اینو نمیرن. نمیرن. مهدی تو اون بله چی ریختی؟ هیچی. بیا کنار ببینم. پر از خالی. گوجی داره میریزه. داره میریزه. وایسا. آقا بدون رادیات بس سفر خودمون ادامه میدیم. بیا راست بریم. میگی بریم. چجوری؟ بریم. به نکته خیلی خفنی اشاره کرد فری. مگه میشه مگه؟ آره خدا میخواد میشه. بیا بردار. ولش کن رادیاتو ولش کن. بیا بریم. یکی رادیاتم بردار. یکی هم بردار انشالله تو راه لازمه میشه. بریم. مهدی مانیتور رو میبینی؟ بله بیا روشن کردم برات. بیا من بیا بریم. یواش گاز زیاد نده. ببینیم یه جای میتونیم برسیم که میرسیم. ماشین داشته باشه. کاش از اول رادیاتور رو در می آوردی. تخت گاز دارم میرم. آره الان که داغ کرد منفجر شد و ما میگم رادیاتور مانع پیشرفت ما بود. آره یه جایی برسیم. اخ سربالای دیگه فکر نکنم. نه میره. آمپر داره اصلا؟ نه آمپر بابا. آمپر نداره. هیچی نداره رو هواییم. اینجا تشخیصات یه چیزایی پیدا میشه فکر کنم. ترکیت. چی ترکید؟ اینجا وای میستیم. اینجا وایستیم. یه خورده استراحت کنه ماشین. یه خورده استراحت میکنه. میگردیم. چیه این؟ چیه؟ نه این مینه ها رو اینا نرید بچه ها. اینا چی؟ مینه میترکن. آره چیا؟ اینا فری مین داره. اونا؟ آره مطمئنی؟ آره یه بار ترکیدم. فیوزه آره. وقتی آبو غذا هرچی پیدا کردی بگی بخور. اوه بدبخت شدی، یه کیف بدبخت برداشتم 6 تا جا داره. دمت گرم. من یه دونه برداشتم 2 تا جا داشت. علاقه خاصی به بوق داره این بازی. یه چی بخورم نمیرم. بخور ببینیم بخور. کلاشینکوف میذارم تو اینونتوری. لامپه؟ همینجا باید وایستیم. وضعیت خرابه. اوه من چرا این شکلی شدم؟ این چیه دست منه؟ اوه دارم میمیرم. مهدی فری اینا رو بردار. بخور. مهدی بله لامپ بس کردم. لامپ
راهنما داری. ها؟ راهنما. یه تست دیگه بزن ببین میتونی رادیاتور بذاری سر جاش. چه فرقی داشت اونجا با تست اینجا؟ بزن دیگه. فکر کنم باید موتور خنک شه. نه نکنه باید خاموش باشه ماشین. مگه روشن الان؟ انجین اویل میخوای؟ گیرپاش کردیم. ریپاس کردیم. پیستون چسبوندیم. آخ آخ آخ. وایسا ببینم. بیا وسایل رو بردار پیاده بریم. نه روشن شد. وایسا. سربالایی یا بقیه را. یا اول چی بود؟ این دیگه شاتون بود دیگه. هنوز داره کار میکنه. داشتم. با باگ ها بکنم وصل میشه سلطان. حالا یه کارش میکنیم. دوستان عزیز ما موندیم این وسط گیرپاچ کردیم. حالا اوضاع خوبی نیست در آره، کل. اوضاع ولی خوبی نداره رتبای زیاد. خوبی داریم. آره شما که به نظر نظر بگذاره. به نظر فکر کنم دوباره باید از اول نه، شروع من کنیم. راهش نه رو پیدا میریم میکنم. همینو میریم نگران نباش. لایک کامنت دنبالتون نره تا دیگه. خدا نگهدار. خدافظ.